همه چیز خوب شد. من برای کاری موسمی به بریتانیای کبیر پرواز میکنم. اما این اونقدر عادی نیست. برای این ما باید همه طرفه آماده باشیم. در یک هفته نه کمتر از 32 ساعت کاری مزدناک کفالت داده می شود. من حقوق دارم که سری وقت معاشم را بگیرم. حقوق به منزلی به خطر و تازه، حقوق به حمایه از تبعیض وابسته به جنس، ملت، نژاد یا همه گونه اساسهای دیگر، حقوق به خدمت رسانی طبی رایگان در حالتهای صدمه و حالتهای فوق‌العاده. بعد انجام کار که 6 ماه رو در بر میگیرد، شما حتما بریتانیای کبیر رو ترک کنید. اگر شما این سرزمین رو ترک نکردید، بود و باشت شما غیر قانونی حساب می‌یابد. در این صورت شما رو اخراج می‌کنند. مسافرین محترم، در بینای ترمینال رقمیت برای سوی رقم تکی 255 که به خاطر اگر شما حقوقهای خود را بدانید، همیشه تحت محافظت میشوید. در بریتانیای کبیر وام میخورید. خود و عائله خود را از قلابان محافظت کنید. درباره برنامه کارگران موسمی در بریتانیای کبیر معلومات بیشتر گیرید.